جسد باز یک جوان توجک ولیجان رحمتوف 27 ساله از کوچه محمد آسیمی شهر ترسونزاده که در روسیه به 10 سال زندان محکوم شده بود و در جنگ اوکراین کشته شد به خویشاوندانش سپردند. تابوت ولیجان را شام 22 اپریل سال 2023 از روسیه آوردند و در زادگاهش شهر ترسونزاده به خاک سپردند. نزدیکان این جوان توجک اینک چند روز باز ماتم دارند. خبرنگاران رادیوی آزادی امیر ایسای و علیشیر ظریفی که به خانواده ماتم زده رفتند روز 28 اپریل گزارش دادند که ولیجان رحمتوف سال 2015 به مهاجرت مهنتی به روسیه رفته به قبل پیوندانش سال 2018 در آنجا محکوم به زندان شده است. نزدیکان جوان دقیق نمیدونند که او چگونه از زندان روسیه به جنگ ضد اوکراین جلب شده است، ولی باور دارند که ولیجان اختیاراً به جنگ نرفته است. پدرش حاکم جان رحمتوف به رادیوی آزادی گفت پسرش در پی یک مناقشه با زادگان قفقاز در شهر سنت پترزبورگ روسیه به زندان محکوم شده بود. در سنت پترزبورگ بودند، در انبارها کار میکردند. در بنج خیل شد که با داغستانی ها جنجال شدند. خلاصه گپ 5 سال در محبس روسیه محکم بود. در لنینگراد بود، از آنجا به ایرکوتسک بردند. وقتی در محبس بودنش زنگ میزد دادا جان زخ نشو، دادا جان همه صد است، خواطر نشوید میگفت. تماس‌های ولیجان با خانواده‌اش تقریبا 3 ماه پیش قطع شده است. پدرش میگوید ولیجان بار آخر با برادرش هم صحبت شده است، دیگر زنگ نزد، علاقه قطع شد. به دادرش زنگ زده است که ما جنگ رفتیم، ما را از محبس بردند. همین روز عید رمضان بود که فهمیدم از دنیا گذشته است. نظامیان روسیه به برادرش گفتند. نقل کرده است حاکم جان رحمتوف پدر ولیجان. به قبل خانواده این مهاجر جوانمرگ توجک تقریبا 2 ماه پیش او از ضرب هواپیمای بی سرنشین جان داده است و جسدش بیش از 2 ماه در سردخانه بوده است. ولیجان پسر کلانی خانواده بوده است. پدرش میگوید نیت داشت در روسیه پول کار کند و سپس به وطن آمده با دختر دوست داشته‌اش ازدواج کند، ولی نصیب نکرد. روسیه که سال 2014 نیم جزیره کریم اوکراین را غصب کرده بود، ماه فوریه سال 2022 با بهانه دفاع از اهالی روزبان دنباس به اوکراین حمله آورده. در روزها و هفته‌های اول جنگ قسمت‌های زیادی از قلمرو اوکراین را اشغال کرد، ولی ارتش اوکراین سپس تشبث را به دست خود گرفت و تا امروز تقریبا نصف قلمروهای از سوی روسیه اشغال شده را برگرداند.